سلام دوستای عزیزم، به سرزمین 1001 رویا خوش آمدید. امشب با یکی از داستان‌های شنیدنی و پندآموز مولانا و شمس تبریزی در خدمتتون هستیم. امیدوارم از شنیدنش لذت ببرید. حتما تا پایان داستان همراه ما باشید. میگویند روزی مولانا شمس تبریزی را به خانه‌اش دعوت کرد. شمس به خانه جلال الدین رومی رفت و پس از اینکه وسایل پذیرای میزبانش را مشاهده کرد از او پرسید: آیا برای من شراب فراهم نموده ای؟ مولانا حیرت زده پرسید: مگر تو شرابخوار هستی؟ شمس پاسخ داد: بله. مولانا گفت: ولی من از این موضوع اطلاع نداشتم. شمس گفت: حال که فهمیدی برای من شراب مهیا کن. مولانا گفت: در این موقع شب شراب از کجا گیر بیاورم؟ شمس پاسخ داد: به یکی از خدمتکارانت بگو بروند و تهیه کنند. مولانا در جواب گفت: با این کار آبروی حیثیتم بین خدام از بین خواهد رفت. شمس گفت: پس خودت برو شراب خریداری کن. مولانا گفت: در این شهر همه مرا میشناسند، چگونه به محله نصاری نشین بروم و شراب بخرم؟ شمس پاسخ داد: اگر به من ارادت داری باید وسیله راحتی مرا هم فراهم کنی، چون من شبها بدون شراب نمیتوانم غذا بخورم، نه صحبت کنم و نه بخوابم. مولانا به دلیل ارادتی که به شمس داشت خرقه‌ای به دوش میاندازد، شیشه‌ای بزرگ زیر آن پنهان میکند و به سمت محله نصاری نشین راه میافتد. تا قبل از ورود او به محله مذکور کسی نسبت به مولانا کنجکاوی نمیکرد، اما همین که وارد آنجا شد مردم حیرت کردند و به تعقیب وی پرداختند. آنها دیدند که مولانا داخل میکده‌ای شد و شیشه شراب خریداری کرد و پس از پنهان نمودن آن از میکده خارج شد. هنوز از محله مسیحیان خارج نشده بود که گروهی از مسلمانان ساکن آنجا در قفایش به راه افتادند و لحظه به لحظه بر تعدادشان افزوده شد، تا اینکه مولانا به جلوی مسجدی که خود امام جماعت آن بود و مردم همه روزه در آن به او اقتدار می‌کردند رسید. در این حال یکی از رقیبان مولانا که در جمعیت حضور داشت فریاد زد: ای مردم، شیخ جلال الدین که هر روز هنگام نماز به او اقتدا می‌کنید به محله نصاری نشین رفته و شراب خریداری نموده است. آن مرد این را گفت و خرقه را از دوش مولانا کشید. چشم مردم به شیشه افتاد. مرد ادامه داد: این منافق که ادعای زاهد می‌کند و به او اقتدا می‌کنید اکنون شراب خریداری نموده و با خود به خانه میبرد. سپس بر صورت جلال الدین رومی آب دهان انداخت و طوری بر سرش زد که دستار از سرش باز شد و بر گردنش افتاد. زمانی که مردم این صحنه را دیدند و به ویژه زمانی که مولانا را در حال انفعال و سکوت مشاهده نمودند، یقین پیدا کردند که مولانا یک عمر آنها را با لباس زاهد و تقوای دروغین فریب داده و در نتیجه خود را آماده کردند که به او حمله کنند و چه بسا به قتلش برسانند. در این هنگام شمس از راه رسید و فریاد زد: ای مردم بی حیا، شرم نمی کنید که به مردی متدین و فقیه تهمت شرابخواری می زنید؟ این شیشه که می بینید حاوی سرکه است، زیرا که هر روز با غذای خود تناول می کند. رقیب مولانا فریاد زد: این سرکه نیست بلکه شراب است. شمس در شیشه را باز کرد و در کف دست همه مردم از جمله آن رقیب قدری از محتویات شیشه ریخت و بر همگان ثابت شد که درون شیشه چیزی جز سرکه نیست. رقیب مولانا بر سر خود کوبید و خود را به پای مولانا انداخت. دیگران هم دستهای او را بوسیدند و متفرق شدند. آنگاه مولانا از شمس پرسید: برای چه امشب مرا دچار این فاجعه نمودی و مجبورم کردی تا به آبرو و حیثیتم چوب حراج بزنم؟ شمس گفت: برای اینکه بدانی آنچه که به آن مینازی جز یک سراب نیست. تو فکر میکردی که احترام یک مشت عوام برای تو سرمایه است ابدی، در حالی که خود دیدی با تصور یک شیشه شراب همه آن از بین رفت و آب دهان به صورتت انداختند و بر فرقت کوبیدند و چه بسا تو را به قتل میرساندند. این سرمایه تو همین بود که امشب دیدی و در یک لحظه برباد رفت. پس به چیزی متکی باش که با مرور زمان و تغییر اوضاع از بین نرود. ممنون میشم که نظراتتون رو در مورد این حکایت زیبا برام کامنت کنید.
خوشحال میشیم که با لایک و سابسکرایب کانال ما رو حمایت کنید.